मगर आपका भाई हमारी سلام علیکم. میدونم میخوای چی مهم نیست بخشیدنم ولی یه کاری دیگه باید برات انجام بدی اگه این دفعه خطا کنی میفرستم این بری فهمیدی؟ ولی یه دنبال نکن بچه ها رو میبینی میبریشون تهران تو کارخانه اجداوی تصمیمش میکنی ببین اگه این دفعه خطا کنی جنازت رو میفرستم برای مامانت فهمیدی؟ یکی بری معرفی بچه های خوبی هم حواستو جمع کن اگه این دفعه خراب کنی یه گوله میزنم تو پیشونیت حالی جو میبری تهران خب بچه ها برین بکساتون رو بگیرید سفر خوبی داشته باشید بیاین. خب حواستو جمع کن خیلی مواظب بچه ها خب سفر خوب خداحافظ خداحافظ سفر خوب بله بابا آقا بله سلام کجایی؟ خوبه گوش کن مواد بله هر چقدر بخوای داریم ولی یه شرط داره پول نه اونم $2 میفهمی؟ آره عزیزم منتظرم خداحافظ بریم چطوری؟ خیرت؟ تو برو سر بدی آها چطور هستی؟ بول این آقا برو dollar مواد این نمونهش عزیزم میتونی ببینی بسیار خوب آقا با کش هی دست شما کن نظر چه گفت چه خبر نیست عزیزم پول نشو آقا چه گفت میدونی چیه جوجه میخوام بفرستم تو دنیا بری برام هیروین بیاری موافقی؟
پیش سگ بندازیم بخوره. درې کاله وروسته یارانو زه خو درته وایم چې نور نو بس ده 3 کاله مسافري وکړله اخر کور لرو مور لرو پلار لرو نور مې زړه نه غواړي یاره چې زه دې پاتې شم خو ده ته وګوره وایي 3 کاله مو اوس به کور ته ځم زیمړې ما ته دا که داسې معلومېږي چې دا اوس 3 کاله تېر شوه که 3 ورځې تېرې شولې هلته چی شکو چې کور ته ولاړ شو هیڅ کارونه نشته هیڅ پیسې نشته دلته خو وروره دي کارونه دي پیسې دي مشکونه دي وروره منظرې دي بلا ګرځه ګوره ستا به مور پلار نه یادېږي لکه چې ته د مور پلار سره مین نه لرې زه خپله لرم زما مور پلار یادېږي زما خپله کورنۍ یادېږي زه پیسو ته دونه ارزښت نه ورکوم اخر بس ته یاره تر څو پورې مسافر یو یاره دی ښه وایي بس ته 3 کاله مو پوره شوله اخر زما هم خپل مور او پلار یادېږي دی هم دغسې وایسوه نو لاړ به خپل کور ته که څومره به تېر کړو بېرته به راسو هسې دي نو چې ځو نو ځو زما خو پخپله ولاکه زړه غواړي اخر څنګه کوې نو انډیوالي ده اوس نو راغلي یو ځای او ځو بیا جلا جلا خیر ته اوس بس کالیا لیشکې ګرځي هلته خان صاحب ته ورسو هغه پیسې راکړي ځئ مهرباني بفرمایید داخل کی هستی؟ خوش آمدین بچه ها خسته نباشید تشکر زنده باشید بچه ها چه مشکل دارید؟ حاجی آقا ما میخوایم که به خانه بریم علی در اینجا آمدیم پیسه میخوایم بچه ها من پولم تموم شده ولی یه دوست دارم بهش زنگ میزنن که به شما پول بده آدرسش هم میدم الان بهتون زنگ میدم کیه؟ بیا داخل بیا نه بچه ها آمد آقا سلام علیکم بیا بفرمایید سلام خسته نباشید خوش اومدید چطوری آقا صاحب خیلی عالی خوشحال شدیم دیدمت خوش اومدید خسته نباشید بچه‌ها دیشب حاجی به من زنگ زد گفت که میخوایم بریم افغانستان خوبه مشکل نداره براتون یک چک میدم بریم بانک پول بگیریم یه چک براتون نوشتم میرین بانک پول میگیرین باشه؟ ما خب به بانک بلد نیستیم این که مشکل نیست فردا چند گنده بله آقا چکو میگیری میری بانک پولش میکنی میده به بچه ها خب بچه یه شما کار دیگه هم میکنی اینا رو میبری سر مرد وقتی سوار ماشین افغانستان شد تو میای اینجا حالی بچه شما خب بیا بچه ها بیا که میریم تشکر بسیار زیاد خدایش میکنم فداتون شم خدا حافظ سفر خوش سفر خوش خوش آمدید با امید دیدار سفر بی خطر خدا خوش آمدید عزیزم تشکر خدا حافظ گنده بله آقا اینجا بینم گوشتا بیار ببین میبری
خب پولا که از بان گرفتی سرشون رو زیر آب میکنی، یعنی میکشی هر ستاشون رو، جنازهشون رو میندازید سنگی مگی هر چی گیرشون اومد بخوری. حالی چه؟ حواست رو جمع کن کسی متوجه نشه، زود برگردی. بچه شما آقا. آقا بچه ها رو بکشم؟ نه پس من رو بکش، بچه ها رو بکش دیگه، فهمیدی؟ بچه شما آقا. زود میای. کوری جوجه؟ ببخش آقا، اما بچه ها را کشتم. کیو کشتی؟ اما بچه ها را که شما گفتی او را بکش. کدوم بچه ها؟ شما نگفتی؟ من تو که احمق، من بهت گفتم اونا رو ببر برسونشون سر مرز افغانستان، تو میگی کشتم. کشتی؟ کاری بدی کردی. چون؟ نه آقا نگو. ببین جوجه، من پدر و مادرمو نبخشیدم، تو که خیلی بچه برات متاسفم. کسی که ندید؟ نه چیکار پس رسم؟ میخوای بدونی چی شده؟ گوشتو بیاور دیگه. کار من دخالت میکنی؟ میکشم. خدایا اگر به کام من جهان نگردانی جهان بسوزانم، اگر خدایا مرا بگریانی من آسمانت را ز غم بگریانم، منم که در زنا رایی فسانه